سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بریم سراغ تحلیل غیرفنی کنکور 404 درس کارآفرینی. خب سوال اول، لباس‌های طراحی شده مخصوص ناشنوایان صدا را از میکسرهای سالن کنسرت موسیقی دریافت و آنها را به ارتعاشات تبدیل می‌کنند که به افراد ناشنوا اجازه می‌دهد موسیقی را روی پوست خود حس کنند. کدام روش خلاقانه حل مسئله که در کتاب با اون آشنا شدین توی این طراحی مورد استفاده قرار گرفته؟ خب سوژه کانونی روشی بودش که می اومد ویژگی رو از یک محصول می گرفت و به محصول دیگه ای می داد، به طوری که اون محصول اون ویژگی رو نداشته و یه ایده و اختراع جدیدی رو ابداع می کرد. خب میتونه این گزینه جواب ما باشه، چون که اینجا هم اومده الان لباس که یه پوشاک هست رو طوری طراحی کرده که میتونه صدا رو به ارتعاش تبدیل بکنه که ناشنوایان بتونن اون رو روی پوست خودشون احساس بکنن. روش تعمیم دهی یا ماتریس حل مسئله چی بود؟ به این صورت بودش که یه سری راه حل های ابداعی و جدید برای مسائل پیدا می کردیم. روش چند پرده‌ای اصولا واسه مسائل خیلی پیچیده کاربرد داره که از چندین تا مرحله و لایه استفاده میکنه، مثل ابر سیستم، سیستم و زیر سیستم. و حل مسئله از طریق تریس هم یه سری اصل‌های ابداعی بودن که چند تاشون رو داخل کتاب نام برده بودن. خب توی این سوال همونطور که گفتم سوژه کانونی خیلی بیشتر نزدیک میشه به جواب این سوال، به خاطر اینکه اون لباس که ویژگی این که بیاد صدا رو به ارتعاش تبدیل کنه رو نداشت و این رو بهش اضافه کردن و یک محصول جدید رو ابداع کردن. سوال 2، یک شرکت کدام مورد زیر را باید جدی بگیرد تا بتواند بقا و ادامه فعالیت خود را تضمین کرده و حداکثر سود رو دست یابد؟ خب زمانی که بحث بقا و ادامه یافتن فعالیت هستش، پس ما باید ریسک های منفی رو تا جایی که میتونیم کاهش بدیم و وقتی در مورد حداکثر سود صحبت میکنیم که ما اون رو به دستش بیاریم، پس ما باید روی ریسک های مثبت هم فوکوس بکنیم. تلاش برای کاهش تأثیر ریسک های مثبت که اصلا اشتباهه، واسه چی باید کاهش بدیم؟ کاملا گزینه 4 حذف میشه. حالا پایش و ارزیابی مداوم ریسک های مثبت یا شناسایی و ارزیابی ریسک های منفی یا شناسایی و ارزیابی ریسک ها. همونطور که گفتم اینجا ما هم نیاز به کاهش ریسک های منفی داریم، هم نیاز به ریسک های مثبت داریم. پس توی گزینه 3 که به صورت جامع ریسک ها رو نام برده خیلی میتونه جواب صحیح تری برای ما باشه. سوال 3، ارائه نرم افزارهای ابری به کاربران و صرافی‌های ارز دیجیتال به ترتیب چه روشی برای درآمدزایی دارند؟ خب صرافی ارز دیجیتال خدمات رو به صورت واسطه‌گری بین چند نفر انجام میدن، پس میشه دستمزد کارگزاری. پس گزینه 2 و 4 که حق عضویت هستش اینجا حذف میشه. حالا ارائه نرم افزارهای ابری به کاربران جزو کدوم روش میشه؟ روش حق عضویت. چرا؟ چون که میان اون دسترسی مداوم به خدمات نرم افزارهای ابری رو به صورت مداوم به فروش میرسونن و این حق عضویت هستش که اینجا به فروش میرسه. سوال 4، کدام روش بازاریابی برای آژانس‌های مسافرتی که می‌خواهند اطلاعات خدمات جدیدشان را به مشتریان ارائه دهند و ارتباط با مشتریان را بهبود ببخشند مناسبه؟ توی بازاریابی ما اول از همه باید مشتریامون رو شناسایی کنیم و به اون مشتریای هدفمون دست پیدا کنیم. خب این مهمترین نکته هستش، چون که مشتریان قلب یک کسب و کار هستن. خب حالا بازاریابی حسی به این صورت که ما باید حس مخاطب رو به بازی بگیریم. پس اینجا ما وقتی که میخوایم بیایم خدمات جدیدمون رو ارائه بدیم به بازاریابی حسی آنچنان نیازی نداریم.
بازاریابی محدود فوکوس کمی رو در بر میگیره و واسه همین هم مناسب نیستش، چون ما میخوایم به تمامی مشتریان این اطلاعات رو ارائه بدیم. توی بازاریابی ترکیبی ما میایم از روش‌های سنتی و شبکه‌های دیجیتال و سوشال مدیا و اینا استفاده میکنیم تا اطلاعات مورد نظرمون رو به مشتریان ارائه بدیم. پس این خیلی میتونه گزینه مناسبی باشه برای این سوال که بتونیم ارتباط با مشتریان رو بهبود ببخشیم. سوال 5. یک شرکت تولید کننده محصولات بهداشتی متوجه شده که به لحاظ هزینه فاقد برتری در مقایسه با رقبای خودشه. به منظور توسعه فرآیندها برای کاهش هزینه‌های سربار برنامه‌های مبتکرانه اجرا کرده. این اقدام در کدام سطح از نوآوری دسته‌بندی شده؟ خب اینجا رو که دقت کنید داره اشاره میکنه به اینکه فرآیندها رو تغییر داده. پس محصول یا خدمت جدیدی ارائه نشده، دستیابی به مواد اولیه اصلا صورت نگرفته، گشایش بازارهای جدید هم نیستش و میمونه روش تولید جدید. همونطور که گفتم توی فرآیندها یه سری تغییرات ایجاد شده، هزینه ها کمتر شدن و استفاده درست و بهینه از همه چیز صورت میگیره. پس روش تولید جدید. امیدوارم که این تحلیلم براتون مفید بوده باشه و اینکه انشالله توی کنکورم رتبه خیلی خوبی رو بگیرید. موفق و مؤید باشید. خدا پشت و پناهتون.